Now I'm sharing with you a slide number 5. We will discuss about the new topic. The topic is about it. The topic is about it. The management, project management. It's mean what's the project management? Management. What's activity of project? Risk management. Managing people in teamwork. That's our agenda. We will discuss about them, everyone, with details. What's the project management and how to manage the project? What is activity? Which activity we need to do? And also, what is risk management? How to solve the risk and how to solve problem? How to how to find a solution for risk? And also, what is people? And also, what's managing of the people? And also what's teamwork, and also how to work on the team, and how to do the task from leader. That's all of this topic we will discuss about in this agenda. Okay, now خب ما شما در این مورد صحبت میکنیم که project management چی است، activities of project management چی است، risk management چی است، managing people و team work. این 5 سلاید ما گفته بودیم که Well, what is project? A project is a group of tasks that need to complete to reach clear result. Mega project yes یک گروپ از تاسک، از یک کار است، از نوعیت کار است که ضرورت به کمپلیت شدن داره. او چی رقم است؟ توسط یک نتیجه واضح برای ما. زمانی که ما میخوایم یک کار را انجام بدیم و میخوایم از یک نتیجه واضح داشته باشیم، او را پراجکت میگه. خب حال دیگه چیزا همراهش یک جای میشه. میگه project also defined as a set of input and output. میتونه یک set یا مجموعه input و output باشه، چون the project چندین چیز میباشه و چندین output هم میتونه which are required to achieve goal. اما یک هدف داره. این هدفش یک چیز است. مثلا یک هدف و پروژه داره که این هدف به خاطر از این هدف کار میکنه که این project goal میگه. Project can vary from simple to difficult and can be operated by one person or 100. میتونه یک پروژه توسط یک نفر کار شود، میتونه یک پروژه توسط چندین نفر کار شود. درست است؟ میتونه چندین نفر دی دست داشته، میتونه دی پروژه یک نفر. کیورو تیم ورک باز میگه. بعد ما میخوانیم که what is team work. پس این ما project management میگیم. project میگیم که پروژه یک چیز، یک مجموعه از ست یا مجموعه از input و output ها که یک نتیجه مشخص برای ما افاده میکنه، این ما میگیم project. حالی میم software project management. حالی ما پروژه خود زیاد است. پروژه ساختمانی انجینری ما است، پروژه ساختمان ما است، پروژه صنعتی، چندین نوع پروژه است. ولی ما شما the type we will talk about the type of the software project management. ما در بخش software project management صحبت میکنیم که what is software، چیزی که در software، چون ما software engineer گفته میشه. خیلی میگیم software project management is an art and discipline of planning and supervising software projects. software project management که است میگه چی است؟ یک آرت یا دیسیپلینی است، یک نظم یا آرت یا یک نقشه است یا یک هنر است که چی میکنه؟ پلانینگ یک پلان میگیره این سوپروایزینگ و او را چی میکنه؟ سوپروایزینگ یعنی کنترل میکنه، منیج میکنه. سافتویر پروژکت به خاطر سافتویر سازی یا پروژکت های سافتویر. آله امی آرت که است، امی دیزاین که است، به یک شکل منظم، به یک پلان منظم توسط یک شخص منظم انجام میشه که چی میگه؟ آرت، دیسیپلین، پلانینگ این سوپروایزینگ. اینی 4 نقطه 4 کار انجام میده. یک آرت یک هنر است. دا این هنر توسط یک دیسیپلین خاص یک نظم خاص میخواد.
که همین نظم خاص توسط پلان انجام میشه، باید پلان داشته باشی و این توسط سوپروایزینگ توسط یک شخص با هنر میشه، یعنی توسط یک شخص که سکیل داشته باشه، مهارت داشته باشه، که این میگه سافتویر پراجکت منیجمنت. چون ما شما در اینجا با سافتویر کار داریم، با هاردویر نه. پس سافتویر سازی هم یک هنر است. این تو نیست که هر کس سریز که ما میگیم در بین از این هنر یک علم انداختگی است که ما تکنولوژی میگیم، درست است؟ اما در حقیقت یک هنر است. آرت، امی دیزاین کردن یک آرت یک هنر است، یک بخش است. Software project management is an essential part of software engineering. اولین پارت یا ابتدایی ترین پارت software engineering که است project management است. پیش از اینکه آدم یک پروژه رو بگیره باید بفهمه که ما منیج کردن میتونم یا نه. Project need to be managed because professional software engineering is always subject to organizational budget and schedule constraint. همیشه یک سافتویر پروژه اگر هاردویر باشه این توسط چی منیج میشه؟ از این خاطر منیج میشه که سر از یک بجت، یک کاست، یک هزینه مصرف میشه و در یک وقت معینی کار میشه، هر وقت نمیشه. مردم که به شما پروژه میگه که در اینی تایم اینی پروژه را کاور کنید و دیگه چی میگه؟ یک بجت خاص داره، نمیتونی تو هر وقت بخوای منیج کنی. نه، این گپ نیست. در یک وقت معین این کار انجام میشه، برات میگه در اینی وقت اینی کار باید انجام میدی، درست است؟ توسط اینا قدر پول این کار انجام میده. پس ایره چی میگه؟ بجت این سکیجول. خب حال project management discipline process of planning, organizing, executing and controlling the resource activity and task required to achieve the objective of project. دی چند چیز شامل است، تنها یک گپ نیست که پیسه باشد. در اینجا چند چیز شامل است. دیسیپلین مهم است، پروسس کردن پلان مهم است، ارگانایز کردن منیج کردنش، کنترل. اما کنترل در چند بخش است. یک کنترل آف ورک است، یک کنترل آف ریسورس است، یک کنترل آف پیپل است. در اینجا کنترلینگ آف the resource activities، فعالیت ها، این تاسک و تاسک ها که داده میشه که عبارت از کار است، پراجکت است. روی به چی ضرورت داره؟ این به نالج ضرورت داره. یک کسی نمیتونه یک بیاید اینجا بگه که من این کار میکنم. نه، تو سری چه علمیت داری که این کار میکنی؟ باید یک نالج داشته باشه، سکیل، مهارت داشته باشه، تولز استفاده، سیتی رو بفهمه و سیمپل سیتی رو بفهمه. فرض مثال یک نفر سیمپل کار میکنه، یک نفر از کمپلکسیتی کار میکنه، کمپلکس کار میکنه. پس این همه کارا توسط چی میشه؟ توسط نالج میشه، یا برای ازی چی میگه؟ علم میگه در پشت. باز انگلیسیشان که یک ذره کج و پیج باشه باز کنولدیج تلفظ میکنه. درست است که این کلمه ای رقم نوشته شده که اگه بخوانی همون یک چیز است، ولی برای از این نالج میگه. درست است؟ الان تا میگه کنولدیج، نه نالج، علمیت. خب این همه چیز وابسته به چی چیز است؟ به سه چیز وابسته است کلی چیزاش. که سه چیز ما چی میگیم؟ یکی requested of software project management، در اینجا که است امرای ما مهمترین و اولترین چیزی که امرای ما در اینجا است و پریکوست چی است؟ تایم، وقت است، کاست قیمت است، کوالیتی کیفیت است. وقت که معین بود در یک کار، قیمتش معلوم بود و کیفیتش خوب بود، هر کس امی سه چیزه مد نظر میگیره. چرا؟ یک چیزی که وقتش معلوم باشه در این وقت تکمیل میشه، قیمتش معلوم میشه این قدر قیمت داره و این رقم کوالیتی داره. امی سه چیز سافتویر منیجمنت هم مهم است که ما شما بفهمیم که فرض مثال تایم مهم است، کاست مهم است و کوالیتی. این سه چیز در چی مهم است؟ در سافتویر مهم است. آره در اینجا مهم. Important goals of project management، اما goals یا اهداف project management در اصل چی است؟ Delivery the software to the customer at the agreed time.
سافتویر را که میخوای به کستومر تسلیم کنی باید در وقت معینش دیلیوری کنی، برش تسلیم کنی. درست است؟ نگویی فرض مثال سافتویر گرفته در 1 ماه در 1.5 ماه دیلیوری میکنی. این دیس ادوانتیج است. تو باید در 1 ماه فیکس دیلیوری کنی. keep overall cost within budget. مصرف را که میکنی باید با بجت سر بخوره. بجت برات ساخته شده به خاطر از این پروژه. فرض مثال پروژه را میگیری از دولت، میگیری سافتویرها را میسازی، می مجموعه از سافتویر، بجت برای از 1 میلیارد دلار تعیین شده. تو گرفتی 1 میلیارد دلار این رقم مصرف کردی که 1 افغانی شام بتونه ما هنوز از جیبتان توان هستی. یا این رقم مصرف کردی گشنگیری کردی، این تو مصرف کردی که فقط دیولپ کردی، هر چه دیولپ کردی کلش در جیبت انداختی. نه، این کل چیزا را باید آدم مد نظر بگیره. keep overall cost within budget. این باید با بجت یک رقم پیش بروی که چقدر فایده تو باید شود از نظر دولت که برات میگه، چقدر سر سافتویر مصرف کنی. Deliver software that made the customer exceptions. زمانی که کاستومر از تو میخواه که کاستومر برات میخواه که یعنی سافتویرش دیلیوری کنی، درست است؟ تو باید این در وقتش بتونی، در وقتش کار کنی، اما تو باید سکیل کمیونیکیشن با کاستومر را داشته باشی. یگان تا تون میره، یگان تا میبینی بیخی گپ زدن یاد نداره، یگان تا میبینی لنگویج سکیل نداره. کاستومر کلاینت خارجی است، او برات انگلیش گپ میزنه، تو میگی که والا ما چی میگه. نه، این چیزا رو باید از می خاطر knowledge is important. درست است؟ maintain a happy and well functioning development team. یک تیم درست باید چی کنی؟ یک تیم درست به خاطر مینتین کردن از این سافتویر جور کنی که سافتویر تو دیولپ کنی، یک درست تیم داشته باشی. مثلا ادارات این رقم از کارمند که میگیره، خب کارمند اگه خوب حمایت کرد، اگه معاش خوب داد برش، اگه فنکشنالیتی زیاد برش مهیا، ساخت زمینه کار سهولت زیاد داشت، ساحه کاریش آزاد بود، یک موتر داشته باشه، یک جایی که میره یک مشکل که پیش میاد مشکلش از طرف ارگان حل میشه. فرض مثال در وقت مشکل فرض مثال پیسه کار داره باشه، ادوانس میتی، ادوانس میخواد. یعنی اداره از اداره زیاد خوش است از ارگان. او کستومر که است تلاشش به است که به ارگان خوب کار کنه. درست است؟ اما اگر کستومر این رقم کردی که برش گفتی که از 8 تا 6 بجه شام امروز ما کار کن، نان چاشت تام سر من نیست، چای تام سر من نیست، نینی چوکی بیشی کار کرده برو تا شام و خانه که میری کرایه از خودت بده. دیگه فرض مثال ماهت که پوره میشه، از یک ماهت که پوره میشه از دیگه ما در دهش ماشت میتم، یک در روز از او هم سرش میفته باز ماشت اگه. خب در اینجا دزدی هم ازت میکنه و به خوبیت خب بیخی کار خلاص شد. maintain a happy and well functioning development. این یک تیم درست داشته باشی که از امو شرکت امو ارگان تو راضی باشه. خب responsibility of the project manager. در اینجا ما یک چیز داریم به نام project manager یا project leader. لیدر هم برش میگه، project manager هم برش میگه، هر دو میگه. managing risk and issue. درست است؟ وظیفه از این است که یا ایشیو کدام مشکلی که میاد ایرا منیج کنه، کنترل کنه که فرض مثال نه اگر میاد باید منیج کنه. دوم create the project team and assign task to several team members. پراجکت تیم باید مشخص کنه که اینی مردم سر پروژه باید کار کنه و به هر نفر تاسک خود بده. درست است؟ activity planning in sequencing. درست است؟ و کدام چیز پلان کنم. این کار پراجکت منیجر میکنم و باید کلی چیزا منیج کنم.
معنا ای که فرض مثال این ریپورتینگ کنن تاسک تا کجا رسیده to deal with the situation. امی پلانی را که ساخته با حالت پروژهش که پروژه در کدام حالت است و پلان ما چه قسم جور کردیم این را باید با پلان خود مچ کنه که فرض مثال پلان ما اینی را که ساختیم پروژه ما با می پلان روان است کار میکنه ولی ببینی که برعکس است پروژه ما یک رقم روان است و پلان ما دیگر رقم ساختیم ای چرا یا پروژه ما باید در این وقت خلاص و پلان خود که میبینم در این وقت خلاص میشه نه این نباشه چیزی که را پلان کردی چیزی را که پلان ساختی او را باید چی کنی با حالت پروژه که در حالت کار کرد است باید یک رقم باشه این چی میگه modify the project plan to deal with the situation. Project management activity بعضی اکتیویتی ها داره حالی project planning in tracking یک پلان است project resource management دیگه پلان است scope management دیگه پلان است estimation management دیگه پلان است project risk management دیگه پلان است scheduling management دیگه پلان است project communication management دیگه پلان است configuration management دیگه پلان است این هر یک به خود یک پلان است که چی میگه project management activity امی اکتیویتی ها را چی میگه project management activity حالا میایم یکی که به دیتیل میخوانیم که چی است اول که project planning است این چی میگه it's a set of multiple process or we can say that it a task that performed before the construction of the product start پیش از اینکه پروداکت تانو میخواین استارت کنین پروژه تانو باید پروژه را پلان کنین امی فعالیت را که انجام میتین که برو دیتا را جمع کو دیتا جمع آوری شد بجتش را جمع کو بجت جمع آوری شد وقتش را تعیین کو وقتش تعیین شد قیمتش را تعیین کو قیمتش تعیین شد خب کوالیتیش را مد نظر بگیری از کدام تکنولوژی که خوب کار کنه کدام کوالیتی را ما برش بر نظر بگیرم ای کلش که گرفتی پلان برش میسازی در امیزا امیر چی میگه project planning activity سر از امی چیزا تو کار کنی دیگه چی است scope management ساحه کاری است ساحه کاری چی رقم تو منیج میکنی it's describe the scope of the project scope management is important because it's clearly defined what would do and what would not. Scope management create the project to contain restricted and quantitative tasks, which may merely be documented in sequentially avoid price in time away. خب آلی در اینجا ساحه پروژه بسیار مهم است پروژه را که کار میکنی آلی فرض مثال ساحه ای را میگه آلی دی پروژه کار میکنی چون خوی خود چی نیست ای ساحه فیزیکی نداره ای ساحه سافت داره ساحهش ای رقم است که فرض مثال باید تیم رو ببینی که تیم ما جور میکنم این تیم چی رقم باشه آنلاین هم ما کار کنه یا آفلاین اگه آفلاین کار میکنه در کجا باید من این رو منیج کنم اگه آنلاین کار میکنه چه قسم این رو منیج کنم خوب است خب کدام کار باید انجام شود کدام کار انجام نشود این هم سکوپ است چقدر پیسه در اینجا نیاز است که ما مصرف کنم چقدر پیسه در اینجا نیاز است که ما مصرف کنم چیزی فری دارم چیزی پریمیم دارم چیزی که فری دارم چی رقم استفاده کنم چیزی که پریمیم دارم چه قسم استفاده کنم اینی که سکوپ آف منیجمنت است منیجمنت ساحه دیگه که است استیمیشن منیجمنت ایچی میگه this is not only about a cost estimation مصارف زمانی که ما شما مصارف میکنیم درست است این مصارف به چی اساس میشه میگه because whenever we start to develop software but we also figure out the size line of code for time as well as cost
هم تایم مد نظر میگیری هم کاست رو. این چند چیز است. سایز آف سافتویر، مصرفی را که تو میکنی استیمیت میکنی، سایز سافتویر تو ببین که چقدر وقت مصرف میکنه، به کدام کیفیت یا کوالیتی است. هاردویر استفاده میشه برای شانه. کمیونیکیشن مهم است، درست است. ترنینگ مهم است. ایره که فرض مثال ترین میکنی با مو ارگان تسلیم میکنی، ترنینگ بسیار مهم است. additional software in tools، بعضی additional tools مهم است، درست است. بعضی تولز های مهم امروز از این اینستال میشه. scale it manpower. بعضی چیزایی که با اسکیل است، کسایی که اسکیل داره دی باش، چه قسم از او استفاده کنی، مصرف کنی، به خاطرش بجت مصرف کنی. تنها وقت، تنها قیمت نیست، بلکه دیگه بعد سافتویر هم میگیره که به مصرف میره. در کوالیتی، در هاردویر، در ترنینگ، در کمیونیکیشن. که امیر چی میگه؟ استیمیشن منیجمنت. scheduling management. scheduling management چی است؟ For scheduling is compulsory. Find out multiple tasks in correct, collect them, divide time into unit, assign their respective number of work unit for every job, calculate the total time from start to finish. خب در اینجا وقت که فرض مثال ما و شما کار میکنیم، امی تایم رو باید سکیجول کنیم. کدام کار در کجا انجام میدی. اگر کار معمولا زیاد باشه، این را باید به دو بود تقسیم کنی. این قدر کارش باید در این وقت انجام بدم، این قدر کارش در این وقت. دیگه هر نفر هم نظر به امون نفرش برش کار میدی، نظر به امون مسلکش نمیتونی دیگه کار برش بدی. و دیگه وقت این رقم منیج میکنی که از چی وقت آغاز کنم و چی وقت ختم کنم. درست است؟ فرض مثال امید کنی. و دیگه ای که از کدام مدیول به خاطر از این وقت استفاده کنم. فرض مثال ما واترفال مدل خواندیم، اینکریمنتال مدل خواندیم، پروتوتایپ مدل خواندیم، چندین نوع مدل خواندیم. دیگه چی است؟ Project management activities, project resource management. درست است؟ all the engineer in software development, all the elements are referred to as resource for the project. It can be human resource, predictive tools, and libraries. Resource all چندین resource می، یکی human resources، یکی predictive resources tools است، یکی library است. بعضی hard است، بعضی soft است. امیر چه قسم منیج کنم؟ فرض مثال اگر یک چیز در سافتویر به خاطر چی باشه؟ به خاطر خرید باشه، بگیرم خریداری کنم؟ نه. اگر به خاطر پروداکت تولز باشه خریداری کنم؟ نه. یا کدام لایبرری خاص باشه بگیرم یا نه. این تمامش مهم است. پروژکت ریسک منیجمنت، آل ریسک میاد در پروژه. فرض مثال the experienced team left the project and the new team joins it. فرض مثال یک نفر خوب ترین کردی در پروژه، خوب مهارت داره، یک بگ برات گفت که من امروز تو کار نمیکنم، در دیگه جای میرم. این یک ریسک است. تو این چی رقم منیج میکنی؟ تو مجبور هستی برش بگویی که فرض مثال پروژه بسیار مهم است، خب چقدر ماش میخوای؟ اینقدر ماش میخوایم. ماش نفر که بالا بردی او امروز کار میکنه. کدام مشکل داری مشکلش باید حل کنی. اکسپریانس نفر باید نمانی، کدام شخصی که فرض مثال خوب اکسپریانس داشته باشه دی وقت هیچ نمانش. این یک ریسک است، اما ریسک باید حل کنی. چینینگ ریکوایرمنت، زمانی که ریکوایرمنت چین میشه در این پروژه، این هم یک ریسک است. کارت انجام داده اید نصف رسیده، یک بار برات میگه نه اینی کار اینی رقم انجام بده. این یک ریسک است. change in technology in environment، یک بار در پروژه یک تکنولوژی پی اچ پی استفاده کردی، برای اون نفر میگه نه پی اچ پی را من خوش ندارم، برای ما وردپرس استفاده کن، کل پروژه را میزنه خراب میکنه. این ریسک است. تو باید چی رقم او را قناعت بدی که فرض مثال ای زبان پی اچ پی سیکیور است، خوب است، فرض مثال اینی فانکشنالیتی ها را داره. مارکت کمپیتیشن، مارکت جلب توجه مارکت باید کردد سافتویرت. درست است؟ به خاطر ازی هم ریسک است. یک نفر دیگه خوب سافتویر میکشه، با این سافتویر به تو کار میکنه، باید قسم جور کنی که نو باشه، دوپلیکیت نباشه. پروژکت کمیونیکیشن منیجمنت، خب کمیونیکیشن بسیار مهم است. چه قسم کمیونیکیشن؟ تیم داری، دی تیم فرض مثال چندین نفر کار میکنه، تو لیدر هستی،
تو که زمانی که گپ میزنی تیمت باید سریعی بفهمه که فرض مثال تو چی میگی. این تو نشود که خودت هم نفهمی چی میگی، تیمت خواهد از کجا بفهم. یعنی زبان تشریحی واضح باشه. مثلا که ما با شما تشریح میکنم، اقسام واضح باید تشریح شد. و دیگه ای که تنها امرای خود لیدر و منیجر نه، کلاینت خارجی است، مردمای خارجی خود به زبان پشتو داری نمیفهمند. او از تو چی خبر است، وات است پشتو، وات است داری. تو باید یک زبان اینترنشنال ببینی. یک تیم را گرفته که یکیش هم زبان اینترنشنال بلد نیست، او برش گپ میزنه یا میگه ما چی میگه. نه، کمیونیکیشن سکیل باید داشته باشه، چون بخش سافت‌ویر اولین چیزش همی است. درست است که تو بتانی با مردم گفتگو داشته باشی، مردم فرض مثال گپایش بفهمی. اینا که فهمیدی باز بعد از پیش. دیگه چی است؟ پروژکت منیجمنت اکتیویتیز. دیگه کی است؟ کانفیگریشن منیجمنت است. The configuration management is about control the change in software like requirements, design in development of the product. اینی کانفیگریشن است. فرض مثال requirementش چینج میشه، درست است، دیزاین دیولپمنتش تغییر میکنه، امیر چی میگه؟ کانفیگریشن منیجمنت میگه. تاسک منیجمنت ایدنتیفیکیشن، درست است، تعیین ساختن. فرض مثال کدام شخص کدام کار انجام بده، یک نفر در دیزاین کار میکنه، یک نفر در چینج کنترل کار میکنه، درست است، یک نفر کانفیگریشن استیت اکاونتینگ کار میکنه، یک نفر فرض مثال ادیت این ریویو کار میکنه. این چندین چیز است که امیر سافتویر کانفیگریشن منیجمنت میگه. تمامی ابعاد مربوطه امی اکتیویتی ها مربوطه کانفیگریشن میشه.